بادرنگ یا ماچ؟ هر دویش، اما بادرنگ میخورم. دخترها بادرنگ نمیخورد، ماچ میکنه. زن دومم گم شد، نامش ملکه بود. گشادگری نکن، ملکه خانه ستاره ها رفته. شویم زن دوم کرده، شویم زن دوم کرده. شاوید چی نام داشت؟ شرافت. نامتان چیست؟ اینجا به من طوفان میگن. اینجا برای طوفان میگن. خیلی در خانه چی میگن؟ در خانه نام ندارم. خیلی چی میگن؟ چه قسم صدایت میکنن؟ ولکا دخترها یک سوال، اگر در سرتان تفنگچه بانم یا موبایل تبتی یا ماچ کدامش میتین؟ ماچ میتم. کدام کشور است که مفتم بفرستن نمیرن؟ ایران. فرض کن من رئیس جمهور هستم، چی گفتنی داری؟ فامیدی. من 3 تا زن گرفتم، سنبگل، دندگل، پنبگل. کسایی که ویدیو ما رو میبینین شما چند تا زن دارین؟ سلام دوستا، میفهمین یک مرد 4 زن حق داره. من 3 تا زن گرفتم، سنبگل، دندگل، پنبگل. کسایی که ویدیو ما رو میبینین شما چند تا زن دارین؟ آرزویت چی است؟ فقط میخوایم بچهای مکرویان در بغلم باشه. کاکا، آرزویت چی است؟ فقط میخوایم بچهای مکرویان در بغلم باشه. ندار. نامت نگفتی؟ نامم عجب وحشی. چی بود سابق تخلصت؟ عجب دیوانه. چرا دیوانه؟ خب الحمدلله مسلمان هستیم دیگه، هر رقم تخلص کنیم نقص نداره. نام کاکا چی کار میکنیم؟ 5 سال شده از خانه برآمدیم، ده 5 سال تا یک بار کار نکردیم. به نام خدا همه گیشه دزدی کرد. بروت خندانه تگیم. پیرکی یک دیالوگ نجیب بروت را بگو. نجیب بروت خندانه تگیم. کی؟ ماچ میتی یا بادرنگ؟ ما برد بادرنگ میتم. اوف بگی. پیرکی ماچ میتی یا بادرنگ؟ ما برد بادرنگ میتم. اوف بگی. شماره ای تانه بتین. گو خوردی. از خود خواهر مادر نداری، چرا در گپ ما مداخله میکنی بچه خر؟ میشه شماره ای تانه بتین. گو خوردی. از خود خواهر مادر نداری، چرا در گپ ما مداخله میکنی بچه خر؟ تنی داری به مردم مزار. گپ مفبن. مزار حکومت، بزرگ حکومت. آه دیوانه. چی گفتنی داری به مردم مزار؟ گپ مفبن. مزار حکومت، بزرگ حکومت. آه دیوانه. سلام. میشه شماری تنه بتین؟ قندولکه؟ نه خیر، ما به بچه های لشمک شماره نمیتیم. سلام. میشه شماری تنه بتین؟ قندولکه؟ نه خیر، ما به بچه های لشمک شماره نمیتیم. چرا شما تا حال زن نکردین؟ کسی ما ولگرد لشمکار نمیگیره. بچه ها چرا شما تا حال زن نکردین؟ کسی ما ولگرد لشمکار نمیگیره. عاشق شوم اما نمیفهمم از کجا شروع کنم. بینندگان عزیز شما هم بگویند. ها عاشق شدین؟ دختر خاله تا حال عاشق شدی؟ دلم از عاشق شوم اما نمیفهمم از کجا شروع کنم. بینندگان عزیز شما هم بگویند. ها عاشق شدین؟ سلام دخترها، بچه‌ها بی وفایین یا دخترها؟ بچه‌ها و کسایی که ویدیو ما رو میبینین در کامنت بگوین کی بی وفا است. بادرنگ یا ماچ؟ هر دویش، اما بادرنگ میخورم. دخترها بادرنگ نمیخورد، ماچ میکنه. بادرنگ یا ماچ؟ هر دویش، اما بادرنگ میخورم. دخترها بادرنگ نمیخورد، ماچ میکنه. دختر جان اگر من خواستگاری کنم قبول میکنی؟ اگر پاسپورت امریکایی داشته باشی چرا که نه. تنها هستین چی میکنید؟ رقص میکنیم. دیگه چی کنیم؟ منتظر کدام گپ ما بودی؟ دخترها وقتی خانه تنها هستین چی میکنید؟ رقص میکنیم. دیگه چی کنیم؟ منتظر کدام گپ ما بودی؟ ما به خاطر جنگ ایران آمدیم به افغانستان پناه ببریم. آیا شما ما رو مهمان کشور خود میکنید؟ ما مثل شما سنگدل نیستیم. خوش آمدین به افغانستان. نداری به بچهای وطن؟ بنی آدم اعضای یکدیگرن، بچه‌هاش خلموک و دخترایش جگرن. خلموکا. چی گفتنی داری به بچهای وطن؟ بنی آدم اعضای یکدیگرن، بچه‌هاش خلموک و دخترایش جگرن. خلموکا. بینندگان چی گفتنی داری؟ جایی که ما باشیم مستی شما باطل است. دیوانه. برای بینندگان چی گفتنی داری؟ جایی که ما باشیم مستی شما باطل است. دیوانه.
این عروسی کنه باید $1,000,000 معاش داشته باشه و 6 تا زمین داشته باشه. فقط که خانه خاله باشه. کوشاد. هر کس میخواد همراهی من عروسی کنه باید $1,000,000 معاش داشته باشه و 6 تا زمین داشته باشه. فقط که خانه خاله باشه. کوشاد. اینه گندگی. یک ماچ. طالب جان، یک ماچ یا یک قفاق؟ اینه گندگی. یک ماچ. شما بگوید دوستت دارم، اگر پول نداشته باشه قبول میکنین؟ نه خیر، عشق در دلار است. در این زمانه فقط پول گپ میزنه. اگر کسی برای شما بگوید دوستت دارم، اگر پول نداشته باشه قبول میکنین؟ نه خیر، عشق در دلار است. در این زمانه فقط پول گپ میزنه. عشق یا پول؟ من فکر میکنم عشق خوب است و من عشق را انتخاب کردم. میبینید؟ عشق یا پول؟ من فکر میکنم عشق خوب است و من عشق را انتخاب کردم. میبینید؟ بدرنگ یا قفاق؟ بدرنگ؟ این بدرنگ هست چند است؟ بدرنگ چه میکنی؟ دختره بدرنگ نمیخورد. کاکا این بدرنگ هست چند است؟ بدرنگ چه میکنی؟ دختره بدرنگ نمیخورد. 10,000 افغانی یا یک بس؟ بس. پیرکی 10,000 افغانی یا یک بس؟ بس. پیرکی چی گفتنه داره برای مارشال دوستم؟ مارشال دوستم کن طالبان را ساختندی. پیرکی چی گفتنه داره برای مارشال دوستم؟ مارشال دوستم کن طالبان را ساختندی. خاندان شما را سلام بتم. پیرکی چی گفتنی داری برای بینندگان؟ خاندان شما را سلام بتم. زما دوست دارم تو را چی کم کشد. پیرکی مرا دوست داری یا زنیتا؟ زما دوست دارم تو را چی کم کشد. زنم گم شده. کشادگری نکو، دگیشه بگیر. مروه گم شده. زنم گم شده. کشادگری نکو، دگیشه بگیر. زن دومم گم شد. نامش ملکه بود. گشادگری نکو، ملکه خانه ستاره ها رفته. زن دومم گم. به خاطر جنگ ایران میخوایم بیایم افغانستان. بیاین. ما کارگر ایرانی ضرورت داریم. جنگ ایران چی گفتنی داری؟ واقعا افغانا راست میگفتن. چوب خدا صدا نداره. درباره جنگ ایران چی گفتنی داری؟ واقعا افغانا راست میگفتن. چوب خدا صدا نداره. کاکا نخود سرخ داری؟ بچیم برو که با بیت بی بیت میگایم. ای وای. کاکا نخود سرخ داری؟ بچیم برو که با بیت بی بیت میگایم. ای وای. اون چیز که اگر بگویی الایت میکنم، بگویی عکسای خودت و خوار و مادرت را میکشم. فقط یک بچه بوده میتونه این گپ را بزنه. آن چیز که اگر بگویی اگه یک روز بیدار شوی و بفهمی که خر شده ای، چی کار میکنی؟ میرفتم با طالبان یک جا میشدم، شاید مرا رهبر خود بسازن.